برای رسم خط چیکار میکنیم؟ اول باید ببینیم معادله شما استاندارد هست یا نیست. اگه استاندارد بود که چه بهتر، نبود باید استاندارد بشه. بعد جدول، بعد رسم. خب من اینجا نگاه میکنم آیا این استاندارده؟ نه. چون استاندارد چی بود تو کلیپ قبلی گفتیم ایگرک‌ها یک طرف بقیه طرف نیست. پس اول باید استاندارد بشه. میشه چی؟ 2 ایگرک این بیاد اینور مثبت 6x اینم منهای 10. گفتیم ایگرک نباید کنارش چیزی باشه. اگه بود همه رو تقسیم میکنیم بر هر چی که اینجاست. چنده؟ 2. این با این میره میشه ایگرک مساوی 6 تقسیم بر 2 میشه 3x منها 10 تقسیم بر 2 میشه چند؟ 5. بعد میایم چیکار میکنیم؟ جدول میزنیم. جدول این مدلی بالا x پایین y. اینجا رو همیشه چند میذارم؟ 0. اینجا همیشه 0. اینجا همیشه چند؟ مخرج. حالا اینجا مخرج داریم؟ نه. نداریم میذاریم چند؟ 1. خب حالا اینجا که میخوام به دست بیارم x رو کلن اینجا رو کلن حذف کن. این عدد و x رو کلن حذف کن. چی میمونه؟ 5. -5. اینجا میذاریم چند؟ مرحله بعدی مگه مخرج نبود؟ آقا مخرج رو نگه داشت. مخرج داریم که نگه دارم؟ نه. ما فکر کنیم یک دیگه مخرج رو نگه دارم. مثبت 3 با منهای 5 چند میشه؟ هم علامت نیست. کم میکنیم که اول رو بذاریم. چه منفی 2. حالا میام دستگاه میذارم. x های مثبت x های منفی y های مثبت y های منفی. x مون 0 هیچ در نمیخوره. y مون چنده؟ منفی 5. رو y های منفی 5 تا بشمار. 1 2 3 4 5 میشه این. اینجا x من چنده؟ مثبت. روی مثبت ها x من 1 y من چنده؟ منفی 2. منفی 2 کجا میشه؟ اینجا میشه. حالا این دو نقطه رو چیکار میکنم؟ با هم رسم کنم. این میشه رسم خط. سوال بعدی اینو میخوام رسمش کنم. اول باید ببینم استاندارد هست یا نیست. استاندارد هست. ایگرک ها یک طرف بقیه طرف دیگه هست، اما ایگرکش کنارش چی داره؟ عدد داره. این عدد رو باید حذفش کنم. همه رو تقسیم بر چند میکنم؟ 3 میکنم. این با این میره میشه ایگرک مساوی منفی 5 سوم x مثبت در مثبت مثبت 6 تقسیم بر 3. میام جدول میزنم. x اینجا گفتیم همیشه چنده؟ 0. اینجا گفتیم چی؟ همیشه مخرج. و اینجا مخرجمون چنده؟ 3. میذارم چند؟ 3. خب در مرحله اول این رو کلا نگه میدارم. چی میمونه؟ مثبت 2. اینجا میشه مثبت 2. در مرحله بعدی مگه مخرج نبود؟ مخرجه رو نگه میدارم. اینجا منهای 5 اینجا چنده؟ 2. منهای 5 با 2 جوابش چند میشه؟ منفی 3. حالا میام دستگاه میزنم. x های مثبت x های منفی y های مثبت y های منفی 1 2 3 4 5. خب اینجا x مون 0 هیچ y مون چند؟ مثبت 2. مثبت 2 y های مثبت 2 اینجا میشه. اینجا x من چند؟ 3 مثبت. x من 3 مثبت ها 1 2 3 y من چند؟ منفی 1 2 3 میشه اینجا. این دو تا نقطه چیکار میکنم؟ با هم
وصل کنم میشه معادله حالا ممکنه بعضی موقع سوالی که به ما میده خودش استاندارد باشه، نیاز به استاندارد کردن نداشته باشیم. خب اون وقت کارمون راحت تر میشه. مثلا بگه ایگرگ مساوی -1/5 x به علاوه 3. خب این سوال رو نگاه میکنم برای رسمی خط اول باید استاندارد کنم. خب سوال خودش استاندارد هست، ایگرگ کاش یک طرفه بقیه طرف دیگه، ایگرگ هم هیچ علامتی و ضریبی نداره، خودش استاندارد هست. خب کار ما جلوتره، ما فقط چیکار میکنیم؟ جدول میذاریم. جدول اینجا x اینجا ایگرگ. اینجا گفتیم همیشه چند میذارم؟ 0. اینجا همیشه چی میذارم؟ مخرجمون چنده؟ 5. خب اینجا 0 بذارم کلا این حذف میشه. چند این؟ مثبت 3. خب حالا اینجا مخرج رو من نگه دارم، منهای 1 با مثبت 3 چند میشه؟ میشه مثبت 2 میشه. حالا میام روی دستگاه نشون میدم 1 2 3 4 5. ببینید x مون چند؟ 0. هیچی. ایگرگمون چنده؟ مثبت 3. روی ایگرگ های مثبت 3 رو سوا میکنم. اینجا x من چنده؟ 5. ایگرگ من چنده؟ مثبت 2. اینجوری میشه. این دو نقطه رو با هم وصل میکنم. این میشه رسم